آقای احمدی نژاد سفر 3 مرحله‌ای خود را به بولیوی، برزیل و ونزوئلا شروع کرد. رئیس جمهور ابتدا به بولیوی می رود. در سالهای اخیر روابط سیاسی و اقتصادی ایران و بولیوی رشد چشمگیری داشته. مقصد بعدی رئیس جمهور برزیل و نشست بین المللی ریوست. در نشست ریو مقامات و سران 150 کشور شرکت می کنند. آخرین مقصد آقای احمدی نژاد ونزوئلا است. ونزوئلا یکی از کشورهایی است که شرکت‌ها و بخش خصوصی ایران سرمایه‌گذاری خوبی در آنجا کرده‌اند. این دومین بار در 6 ماه گذشته است که رئیس جمهور کشورمان به منطقه آمریکای لاتین سفر میکنه. منطقه‌ای که از دیرباز آمریکایی‌ها اون رو به عنوان حوزه اصلی و مستقیم نفوذ سیاسی، امنیتی و اقتصادی خودشون میپندارند. اما واقعیت‌های این منطقه چیز دیگریه. آمریکا همیشه دنبال تسلط بر منطقه ماست، اما باید بدونه که دوره تسلط بر آمریکای لاتین پایان یافته. آمریکا همیشه از قدرت و پیشرفت کشورهای مستقل هراس داره. برای همین هم از حضور ایران در آمریکای لاتین میترسه. نخستین مقصد آقای احمدی نژاد بولیوی است. دیدار و گفتگو با اوا مورالس، رئیس جمهور این کشور، برای گسترش هرچه بیشتر همکاری‌های دو جانبه برنامه اصلی سفر رئیس جمهور کشورمون به بولیوی است. آمریکا همواره سیاست‌های باجگیرانه رو دنبال میکنه. ما کشورهای آمریکای لاتین باید اتحادیه‌ای بدون حضور آمریکا ایجاد کنیم تا بتونه منافع مردم منطقه رو تأمین کنه. امروز روابط بین دو کشور روابط بسیار دوستانه و رو به گسترش هست. کارهای فراوان مشترکی با هم داریم. جناب آقای مورالس رئیس جمهور عزیز اونجا سفر کرد به ایران، توافقات خوبی انجام شد، کارهایی رو داریم دنبال میکنیم. در پاسخ به سفر ایشون بنده انشالله سفر میکنم برای پیگیری روابط دو جانبه و رایزنی درباره مسائل مهم منطقه‌ای و بین‌المللی. بعد از بولیوی رئیس جمهور به ریو دو ژانیرو، بزرگترین شهر برزیل میره تا یکی از 120 رئیس جمهور و نخست وزیری باشه که در اجلاس جهانی توسعه پایدار معروف به ریو به علاوه 20 حضور پیدا میکنه. نشست گسترده اونجا برگزار میشه تحت عنوان توسعه و محیط زیست. در واقع یک نوع هماهنگسازی حرکت ملت‌ها در مسیر سازندگی و صیانت از محیط زیست هست. البته این عنوان موضوع هست. حضور مسئولین کشورها بسیار گسترده است به دلیل اینکه مباحثی که اونجا مطرح میشه مباحث بسیار مهمی است. پیشنهاداتی که شده به دنبال این هستند یک سازمان جدیدی در دنیا تأسیس بشه که کشورها رو کنترل بکنه، تجارتشون رو و تولیداتشون رو و جرائمی بذاره برای ملت‌ها. برداشت عمومی اینه که این سازمان یک سازمان یک طرفه است، علیه ملت‌ها خواهد بود. به همین دلیل عده زیادی مشارکت کردن که اصلاح بکنن، تعدیل بکنن و مصوبات رو در جهت منافع عمومی ملت‌ها هدایت کنن. نخستین اجلاس توسعه پایدار 20 سال پیش در سال 1992 در همین شهر برزیل برگزار شد و اصطلاح توسعه پایدار رو وارد ادبیات رسمی بین المللی کرد. اجلاس دوم 10 سال پیش در شهر جوهانسبورگ آفریقای جنوبی برگزار شد. اجلاس امسال مصمم به جلوگیری از تخریب زمین و پایداری توسعه بین المللی در جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. مقصد بعدی رئیس جمهور در آمریکای لاتین ونزوئلا است، کشوری که بخش دولتی و خصوصی جمهوری اسلامی ایران اجرای ده‌ها طرح تولیدی، صنعتی و عمرانی رو در اون در دست داره. طرح‌های مشترک فراوانی داریم در زمینه انرژی، صنعت، کشاورزی، تجارت، پولی و بانکی و همینطور صنایع پیشرفته و فناوری‌های نوین. در بخش مسکن لازمه که دیدارهای ما تونتون انجام بشه و در فاصله‌های کمتر. دیدار و گفتگو با هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا درباره گسترش مناسبات دو جانبه برنامه اصلی آقای احمدی نژاد در کاراکاسه. علی رجبی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دفتر منطقه‌ای آمریکای لاتین، کاراکاس.